سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که یک پنجشنبه خوب و عالی داشته باشین. امروز بعد از نماز مغرب حتما سوره واقعه رو بخون. اگر خیر و برکت میخوای، رزق و روزی میخوای، برای ازدواجم خیلی عالیه. اگه تا حالا ازدواج نکردی یا رفتی خواستگاری جواب رد شنیدی، کافیه 40 روز سوره واقعه رو بخونی، نیت کن و بخون. انشاءالله که ازدواج میکنی، انشاءالله که بختت باز میشه، انشاءالله که رزق و روزی فراوون برات میباره با خوندن سوره واقعه. اگه میتونی هر روز سوره واقعه رو بعد از نماز مغرب بخون. تو طول روزم تونستی حتما بخون. انشاءالله که به آرزوت میرسی، حاجت روا میشی، حاجت میخوای عاقبت به خیر بشی، عاقبت به خیری میخوای، سوره مومنون رو روز جمعه که فردا جمعه است بخون. انشاءالله که عاقبت به خیر میشی. میدونین که عاقبت به خیری خیلی مهمه. محتاج کسی نشیم، رو پای خودمون وایسیم، به کسی محتاج نباشیم. این میشه عاقبت به خیری. انشاءالله که با خوندن سوره مومنون عاقبت به خیر میشیم. اگرم میخوایم با آقا امیرالمومنین هم نشین بشیم، هر شب سوره عادیات رو بخون، یک مرتبه بخون، خیلی راحته و تعداد آیه هاش هم کمه. با آقا امیرالمومنین هم نشین میشیم. اگر میخوای کسی براتون طلسم نکنه، جادو نکنه، حسادت نکنه بهتون، کافیه هر روز یک بار آیات الکرسی رو بخونی، یک بار سوره قدر، یک بارم سوره ناز. انشاءالله که از چشم زخم در امان میمونی. اگرم خیر دنیا و آخرت رو میخوای، هر روز سوره حمدو بخون، هر چقدر میتونی، یک بار، 10 بار، 20 بار، حتما سوره حمدو بخون. میدونستی آیه 82 یونس طلسم و جادو رو باطل میکنه؟ سوره یونس رو بخون. میخوای پولدار بشی، ثروتمند بشی، پولت از پارو بره بالا، از در و دیوار برات بباره خیر و برکت، پول و ثروت، 180 مرتبه سوره قارعه رو بخون. خوشبختی بدون اندازه. دوست داری خودت خوشبخت بشی، بچه هات خوشبخت بشن، اطرافیانت خوشبخت بشن، بچه هات خوشبخت بشن، آیه 2 و سوره طلاق هر روز بخون. هر سوره ای از قرآن یک پیامی داره، یک آرامشی داره. وقتی که میخونی به آرامش میرسی، وقتی که میخونی به آرامش میرسی، تسکین میده به آدم. در لحظات سخت انسانو تسکین میده. هر سوره از قرآن رو بخونی فرقی نمیکنه. سوره ها همه برکتن، رزق روزیان، آرامشن، فراوانیان. سوره ها معجزه میکنه برای رزق و روزی، دوری از بلا و گرفتاری، دوری از طلسم و جادو، دوری از حسادت. میخوام بمب رزق و روزی رو به شما بگم. یک بار امتحان کن ببین چجوری رزق و روزی برات میباره. نماز استغفار که خیلی هم راحته. هر روز نماز استغفار بخونی، فقط 2 رکعت، خیلی هم راحته، مثل نماز صبح میشه. اگر مریض داری دکتر جوابش کرده، اگه بخونی رو مریضت انشاءالله شفا پیدا میکنه. بس که این سوره قویه. 41 روز بخونی حاجت روا میشی. برای تقویت هوش و حافظه خوبه، برای ازدواج خوبه، برای بیماری های ناعلاج خیلی خوبه. کافیه 41 روز
سوره 8 رو بخونی. نیت کن سوره 8 رو 41 روز بخون. میخواین از خونه برین بیرون، 1 بار آیات الکرسی رو حتما بخون. 19 بار حتما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگو. یه ختمی میخوام بهتون بگم برای خونه دار شدن، اونایی که خونه ندارن، اونایی که مستاجرن. کافیه این ختم رو بگیری، انشاءالله یک دری برات باز میشه، خونه دار میشی. کافیه 40 روز سوره یاسین رو روزی 3 مرتبه بخونی و هدیه کنی به خانم خدیجه کبری. ببین چجوری خونه دار میشی. میخوایم توسل کنیم به نرجس خاتون مادر امام زمان. گرفتاری داری، مریضی داری، مشکل داری، خیلی گرفتاری 13 مرتبه سوره کوثر رو بخون و هدیه کن به مادر امام زمان نرجس خاتون. انشاءالله که حاجت روا میشی. سوره زاریات دوستان خیلی معجزه میکنه. خودم امتحان کردم و معجزه شو دیدم. کافیه هر روز 1 بار سوره زاریات رو بخونی. صبح یا شب فرقی نداره، فقط روزی 1 مرتبه حتما بخون. وقتی رسیدی به آیه 22 سوره زاریات، دستات میاری بالا، با حس خوب آیه 22 رو میخونی. وقتی که سوره زاریات تموم شد، بعد 70 مرتبه میگی یا رزاق، 70 مرتبه میگی یا رازق، 70 مرتبه میگی یا حفیظ. انشاءالله هر مشکل مالی که داشته باشی با خوندن سوره زاریات حل میشه. من میخوام یک معجزه بهتون بگم که آقا حضرت محمد فرموده. روزی 100 مرتبه بگو لا اله الا ملک الحق المبین. دیگه هیچ وقت فقیر نمیشی، دیگه هیچ وقت مریض نمیشی، دیگه هیچ وقت استرس نداری، دیگه هیچ وقت نمیترسی، دیگه هیچ وقت دعا و طلسم نمیشی. فکری هم میخوام بگم که خیلی عالیه. اگر مشکل داری، گرفتاری، خونه نداری، بچه نداری، هر مشکلی داری، 12 تا دونه نخود بردار، رو هر کدوم 100 مرتبه بگو یا علی. خدا رو نگه دار، انشاءالله حاجت روا شدی آش بپز باهاش بده بیرون. این نظر ردخور نداره دوستان. سوره صافات هم هر جمعه بخونین، خیلی خوب سوره صافات. آدمو از شر بلا و استرس دور میکنه و همیشه در رحمت الهی به رومون بازه. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، چنل یوتیوب ما فالو کن. التماس دعا. خدا نگهدار.